نیمه دوم روز 12 مارس سال 2023 ساعت 17:03 به نوبدار فوری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که در نزدیکی چوبخانه شرق آزاد یا گژکه بین سیرک و کارخانه نساجی دوشنبه یک مرد در جزیره در بین دریای دوشنبه درمانده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، گروه نجات بخشان از واحد سیار شهر دوشنبه و ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجات‌دهی بلافاصله به جای حادثه سفربر گردیده بعد رسیدن معاین کردند که مرد 42 ساله ساکن شهر کولاب در حالت مستی به ماهیگیری مشغول شده ناگهان به آب افتاده است و مجرای آب او را برده به این جزیره واقع در بین دریا پرتافته است. حرارت آب هنگام راه‌اندازی عملیات نجات 12 درجه خنک بود. نجات بخشان با استفاده از بند مخصوص تا جزیره رسیده به بدن آن مرد ژیلت نجات پوشاندند و بعداً به بند بسته از بین دریا بیرونش آوردند و به بیمارستان انتقال دادند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در رابطه با این حادثه از شهروندان خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری در ساحل کول و دریاها را رعایت کرده در مکان‌های ممنوع ماهیداری نکنند. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 12 مارس سال روان ساعت 13:20 آب کانال در موضع محله صاحبکاران دوی نویه شامنصور از ماجرای خود بیرون شده به منزل استقامتی ساکنان وارد گشت. معلوم شد که بنا بر سبب باریدن باران زیاد و از خس و خاشاک بوته‌های خار مربینجان، درختان خودروی و پرتوب‌های ساکنان پر بودن کانال آبگذر پالیزی، آب کانال مجراش را دیگر نموده از زیر تاکورسی دیوارهای خانه رقم 58 به سن حوله خانه‌های رقم 72 73 74 77 93 91 111 وارد گردیده است. این چنین آب کانال مذکور به 3 حجره منزل استقامتی رقم 58 و تا خانه منزل استقامتی رقم 91 و 93 وارد شد. با اندیشیدن چاره‌های فوری و جلب تکنیک مخصوص ریاست استفاده بری راه‌های نویه شامنصور، کانال از خسپاره‌ها و پرتوب‌ها توزیع کرده شد و او به مجرای خود روان گردید. دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه با استفاده از دستگاه‌های آبکشی آب وارد شده به تاخانه‌های منزل‌های استقامتی رقم 91 و 93 و سن حوله منزل استقامتی رقم 73 را بیرون کشیده خطر احتمالی به بناها را رفع کرده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید بارها به تاکید از ساکنان کشور خواهش کرده بود که سر وقت جو و کانال‌ها و سیل روها را اثر گونه پرتوب‌ها، خسپاره‌ها و سنگ و ریگ و شغل توزیع کنند، چون اول بهار فصل معمولا سیربارش می‌آید و سر وقت توزیع کردن جو و کانال‌ها گرای اصلی تامین امنیت و بی‌خطری شهروندان است. متاسفانه نه همه این کار را می‌کنند و یک سبب اصلی به خانه‌های مردم در آمدن سیل هم امین است، گفته می‌شود در اطلاعیه.